شده دورت بگردم؟ چی شده؟ شرمندم دخترم، بیرونمون کردم. روسیا داماد جان، دوست دارم الان زمین دهن باز کنه من برم تو. این چه حرفیه مادر جان؟ پسرا ما رو از خونه انداختن بیرون، به جز این دوتا ساکم هیچی بهمون ندادن. گفتم اگه میشه بیایم خونه شما. چرا به من نگاه میکنی؟ خونه خودشونه. خواستم از تو هم اجازه بگیرم وگرنه میدونی که من براشون جونم میدم. عزیزم اجازه گرفتن نمیخواد، اینا هم مثل پدر مادر خودمن. بردارید بیاید وسیله رو من زنگ بزنم ماشین بیاد. کی گفته که داماد بده؟ داماد خوب نعمته. نه آقای محترم، گفتم که زیر قیمت گذاشتیم که فروش بره، معاوضه نداریم. سلام. اینا اینجا چی کار میکنن؟ اومدم با ما زندگی کنن دخترم. چی خوشحال شدی؟ نه خوشحال نشدم. ماما یادتی سینا چی کار کردن با همون؟ میفهمی چی میگی؟ میام میزنم تو دهن تا این حرفا به تو نیومده. راست میگن دیگه، چه زودی یادتون رفت. الان اومدن تو این فسقلیجا با ما زندگی کنن. ذلیل بشی دختر، این حرفا چیه میزنی باران؟ بورتو گم میکنی بیرون یا بیا مندازمت بیرون؟ چی کارش داری؟ اتفاقا حرف راست باید از بچه شنید. نوه گلم، تا اینجا دست مادر بزرگت بود که گند زد به همه چی. از اینجا به بعدش دست خودمه که یه سورپرایز برای همتون دارم. چه سورپرایزی؟